سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. به ویدیو جدیدمون خوش اومدید. با هم دیگه می‌خوایم بریم سراغ هفته دوم ایونت توتی. هفته دوم بچه‌ها آغاز شده. می‌خوایم بریم بخشای جدیدی که توی ایونت توتی باز شده رو با هم دیگه بررسی کنیم، ببینیم چه چیزایی اضافه شده به ایونت توتی. پک اوپنینگ هفته دوم هم با هم دیگه داریم، یه دو تا پک خفن هم میزنیم ببینیم که چه چیزایی نصیبمون میشه توی امروز. پس حتما ویدیو رو لایک کنید، لایک ویدیو فراموش نشه بچه‌ها. حتما لایک کنید، بهم کلی انرژی میده. کامنت بذارید، حتما سابسکرایب به چنلمون هم که اصلا فراموش نکنید چون خیلی از همشون مهمتره. بدون معطلی بریم سراغ هفته دوم ایونت توتی و ببینیم که چه دقیقه تحولاتی توی ایونت توتی رخ داده. بدون معطلی لیتس گو. خب آقا بریم سراغ ایونت و قسمت پلی بازی رو استارت میزنیم. تیم آف دی یر توی قسمت لایو ایونت میزنیم و بریم توی ایونت توتی. من از همون قسمت مین براتون نشون بدم که اولش میبینید که قسمت نامین بی بچه باز شده که بزنید روش یه راست میره توی قسمت نامین بی. نامین سی هم 6 فوریه باز میشه و بقیه قسمت هایی که تاریخاش هم گفته بودیم توی ویدیو قبلی حتما برید ببینید. تیم قسمت دیگه تغییر نکرده، شما میتونید همون مچ ها رو پلی بدید، ماسکرانو بگیرید که تغییر دیگه ای نکرده. قسمت مین همون با انجام دادن یه سری بازی ها میتونید ماسکرانو به دست بیارید. بریم توی قسمت رود تو آیکون. قسمت رود تو آیکون بچه‌ها همونجوری که میبینید قسمت ایزی و هارد و کریزی هستش که شما با قسمت بازی کردن هر قسمت بازم میتونید توتی آیکون توکنز بگیرید که حالا ایزیش 150 تا، هاردش 200 تا و توی قسمت کریزیش هم 300 تا که بچه کریزیش اینجا سخت نیست، میتونید بازی کنید 300 تا توتی آیکون رو بگیرید و با استفاده از اینا قسمت رود تو آیکون ریواردز رو میتونید تکمیل کنید که هفته دومش همونجوری که میبینید قبلش باز شده. حالا اگه هفته قبل رو بازی کرده بودید میتونستید تو هفته آینده کارتون سریعتر راه بیفته و ببینید که حالا ما چون قبلی ها رو بازی کردیم هفته دوم خیلی‌هاش رو جوایزش رو تونستیم بگیریم. همونجوری که میبینید یه ماسکرانو موند و کارت 98 تا 103 و 1500 هم کوین. حالا هفته اولم که میبینید ما همه جوایزش رو تونستیم تکمیل بکنیم. هفته دومش هم که الان باز شده میتونید با بازی کردنش تکمیلش کنید که اینا رو به دست بیارید و در آخر هم که باید این میلستونه رو تکمیل کنید که با استفاده از تکمیل کردن این 4 هفته است. قسمت رود تو آیکون تغییر خاصی نداشت. بریم تو قسمت نامین ای. نامین ای هم بچه‌ها هر کدومتون انجام ندادید همچنان فرصت هست که با بازی کردن این قسمت انجامش بدید و توتی نامین ای توکن به دست بیارید. این نامینه ای ما تکمیل کردیم، حالا بچه‌هایی که عقب موندن هم میتونن تکمیل کنن. بریم توی قسمت نامین بی که تازه اضافه شده بچه‌ها به بازی و توضیحات رو بهتون بگم. سمت چپ توتی نامین بی میبینید که با تکمیل کردن 3 تا برد و میشن شما میتونید ماسکرانو و کارت 100 تا 105 که فیوچر ریواردش هست به دست بیارید. حالا این 3 تا وین چجوریه بچه‌ها؟ توی قسمت اول شما یه مچ معمولی دارید که با انجام دادن این مچ معمولی فقط یه دونه برد به دست میارید و بهتون چی بهش میگن توتی نامین بی بهتون نمیده. ولی تو قسمت بی که ورسس اتک با انجام دادن ورس اتک 15 تا توتی نامین بی میگیرید و با قسمت هد تو هدش هم 30 تا توتی نامین بی میگیرید که کارتون رو سریعتر راه میندازه. حالا اون قسمت اول مچ شما میتونید فقط تکمیل کنید که این 3 تا جوایز رو بگیرید که قسمت اول 30 تا نامین بی توکن بهتون میده، قسمت دوم 30 تا و قسمت سوم هم دوباره 30 تا توتی نامین بی توکن بهتون میده که به نظرم بچه‌ها قسمت هد تو هد و ورس اتکش انجام بدید کارتون سریعتر راه میفته. حالا قسمت واچ ازش هم دارید که حالا ما یه تبلیغ هم ببینیم اینجا، این 20 تا هم بگیریم که ما داشته باشیم یه بهتون نشونم بدم. بریم تبلیغ رو ببینیم، چند لحظه منتظر میمونیم. تو اینه که داریم تبلیغات نشون میده بچه‌ها لایک حتما انجام بدید، لایک بکنید ویدیو رو. آقا لایک کن ویدیو رو، لایک کن تا اینجا اومدی دیدی. حالا اگه دیدی لایک رو بزن لاغر ویدیو سایجست بشه. کامنت بذار، سابسکرایب چنلمون هم فراموش نشه. بگو توی کامنت ها که چه جور ویدیوهایی براتون بسازم، حتما نظراتتون رو میخونم بچه‌ها، اونجوری نیست که نخونیم. خب آقا بریم، داره تکمیل میشه، ما ضبط رو بزنیم که این تبلیغات انجام بشه. اوکی، اینم از این پکش هم بهمون داد که 20 تا توتی نامین بی توکنه و بله اینم از واچدش که بچه‌ها تیکش خورد تکمیل شد. تا 12 ساعت دیگه اکسپایر دوباره رفرش میشه که حالا ما میتونیم دوباره بگیریم و قسمت توتی نامین بی توکن که با استفاده از
FC پوینت هم میتونید بگیرید. و اینجا مشاهده میکنید که بچه‌ها رودمپ تغییر کرده و شما یه سری بلیت‌های تیم آف دی یور پک دارید که حالا جوایز مختلفی داره. مثلا اولی 50 تا کوین، دومی 50 تا جم، سومی ترینینگ ترانسفر پوینت 50 تا که هر کدوم از اینا 10 تا بچه‌ها نامین بی توکن میخواد. قسمت بعدی دوباره 50 تا جم، قسمت بعدی دوباره 50000 تا کوینه که همه اینا 10 تاییه تا به بلیت طلایی برسید. توی قسمت بلیت طلایی بچه‌ها توتی پلیر به دست میارید، یعنی کارت توتی میگیرید که حالا پاسیبل ریواردش که از حالا فکر نکنم اونقدی ای خوب باشه یا پاسیبلاشو بده، ولی حالا بالاخره خوبه که جوایزش خیلی بهتر شده نسبت به نامین ای. و قسمت بعدی هم که 100,000 تا کوین و در انتها ماسکرانو توی قسمت اولش. حالا بخواید مسیر دوم اگه پیش برید 50 تا دوباره جم با 10 تا نامین بیت دوباره 10 تا و قسمت اصلی اینجاست که بچه بهتون توتی شارد میده توی این قسمت که حالا ما چون اون تبلیغ هم دیدیم میتونیم این 15 تا توتی شارد هم بگیریم که به درد اون میخوره توی قسمت شاردا. و قسمت های بعدی هم که بچه میبینید 20 تایی و 50 تایی میره جلوتر، همینجوری ماسکرانو و کوین و اینا بهتون میده. دوباره اینجا ما یه توتی پلیر داریم، اینجا دوباره توتی پلیر داریم، میتونید کارت توتی بگیرید، حالا پاسیبل ریوارداشو میتونید بگیرید. و در ادامه بازم توتی شارد داریم، یه 30 تا دوباره اینجا داریم، 30 تا 15 تا هم اونور، 45 تا، یه 15 تا هم اینجا داریم، 60 تا توتی شارد میتونیم بگیریم بچه. و اینجا هم که توتی آیکون میتونیم بگیریم. و در آخر اینجا این 50 تا رو بدید به این میلستون میرسیم، میلستون وازه که یکی از این 3 تا جوایز رو میتونید بگیرید که حالا یه کارت 100 تا 105 که به نظرم واسه شاردا به درد میخوره بچه. حالا میتونیم هم از کارتایی که داخلش هست استفاده کنیم که به دردمون بخورن. حالا اگه کارتای خفنی مثل راول و شوانشنایر بده که واقعا خیلی خوبه که بچه واسه هفته دوم کارتایی که اومدن. و ماسکرانو 3 تا ماسک بهتون بده و جایزه سومش هم که 100 تا هم شارد میخواد، 100 تا نامین بی توکن میخواد بچه هر کدوم اینا و 30 میلیون هم کوین که باز به انتخاب خودتونه بچه. هر کدوم از اینا که بخواید به دست بیارید به نظر من 100 تا 150 خوبه چون میتونید تبدیلش به شارد کنید دیگه، به هر حال میتونید به دردتون میخوره. این بود از نامین بی که به بازی اضافه شده. بریم سراغ توتی گالری بچه، بریم توی قسمت توتی گالری و ببینیم که چه بازیکنایی به قسمت نامین بی اومدن. بریم توی نامین بی. حالا ما 200 هم شارت جمع کردیم، به علاوه اینکه 200 تا بازیکن بچه هنوز تبدیلشون نکردیم. بازیکنایی که توی نامین بی اومدن بچه امباپه رو میبینید، بیلینگام هستش، رودری هست، مارتینز، سون، گریزمن، رایس، کریستیانو رونالدو بچه اومده که حتی یار 12 هم انتخاب شده، قطعاً کارتشو داریم. کیلیان امباپه آمارشو بچه ببینیم، پیس 119، شوتینگ 115، دریبلینگ 113، فیزیکال 92. واقعا آماری خوبه. فقط یه ذره شاردا به نظرم الان استفاده نکنید بهتره. حالا ما میخوایم قطعا یه دونه اینجا الان پک اوپنینگ شاردم داریم چون من دفاع چپم یه ذره ضعیفه و دیمارکو رو میخوام بیارم. استامینا و اسکیل موو امپاپرم دیدیم، چیز دیگه این نداره اینجا. بریم سراغ 800 تا هم بچه‌ها شارد میخواد امپاپه و بیلینگام که آماری 100 پیسش، شوتینگ 112، پیسینگ 103، دریبلینگ 111، دیفندینگ 87، فیزیکال هم خوبه، بد نیست. فقط یه ذره شارداش 600 تا مثلا میخواد. کارت بعدی بچه ویلیام سالیبا که تو قسمت دفاع میبینید استامیناش بد نی، نات بد، دیفندینگ خوبی داره، بد نیست برای اینکه بتونید بخواید بگیریدش، ولی به نظرم بازم استفاده نکنید از شارداتون. حالا من استفاده میکنم امروز ولی شما استفاده نکنید. کریستیان رونالدو رو میبینید که بچه کارتش اومده که شوتینگ خوبی داره، دریبلینگ خوبی داره، فیزیکال هم که خوبه. حالا باز رنگ کاپش کنید به نظر خوب میاد، کارت خوبیه. اینم که خوبه، ترتیسش هم خوبه. تو قسمت ورت ریت اتک های خوبه، خوب عمل میکنه. در کل کریستیان رونالدو دیگه بچه کارت خوبیه. استامیناش هم میبینید که 5 تقریبا داره، اسکیل موو 5 هم که داره، عالیه. 500 تا هم شارت میخواد که به نظر میذاره الان استفادهش نکنیم خوب نیست. ایمیلیانو مارتینز دروازه‌بانی که بچه‌ها اضافه شده که بچه‌ای که اگه دروازه‌بان ندارید به نظرم گزینه خوبیه که اضافه شده به توتی آیکون
و دایوینگ 110 داره، هندلینگ 111 داره، استامینا و اسکیل مووش حالا زیاد مهم نیست ولی در کل دروازه‌بان خوبیه مارتینز که اضافه شده به نامین بی که میتونید بگید اوور 104 هم داره. واقعا خوبه بچه، حالا کسایی که ندارن دیگه. بچه بازیکن دیگه مد نظر نیست حالا بخوام آمارش بهتون نشون بدم، همینا هستن، کسی خاص دیگه این نیست. رودری هم بهتون نشون میدم که دیفندینگ 110 داره، واسه پست سی دی ام خیلی خوبه چون استامیناش هم بالاه بچه‌ها، خسته نمیشه، میتونید استفاده بکنید ازش رودری رو. دیگه بریم بیرون و چیز خاصی نداره. قسمت اکسچنج هم که بچه‌ها همون روال سابق خودشو داره که میتونید تبدیلش بکنید. و اما بریم سراغ نامین A و جناب آقای دیمارکو عزیز که ما بچه‌ها میخوایم بیاریمش. حالا من گفتم استفاده نکنید، استامینای خوبی داره، حالا ما این 200 شارد رو میخوایم خرج آقای دیمارکو بکنیم و وارد تیممون بشه چون دفاع چپم واقعا ضعیفه بچه‌ها و از اولی که من اکانتو دارم همون 100 هستش که هست. حالا ما استفاده میکنیم چون هر چی هم پک میزنیم بهمون نمیده ایتالیا، البی و اینتر، فقط نمیدونم چرا باید آرم اینتر این شکلی باشه. و بله دیمارکو 104 وارد تیم شد که حالا ما رنکاپش و تریناشو انجام میدیم، یه ویدیو جداگانه میذاریم. 1 میلیارد و 240 هم ارزششه. اوکی آقای دیمارکو وارد تیم شد که دفاع چپمون رو تضمین کنه. حالا ما فعلا آوردیمش بچه‌ها چون من قطعا شاردای بیشتری جمع میکنم. بریم توی قسمت کرونیکلز و قسمت کرونیکلز هم بهتون دیوید بکام چپتر 3 هم باز شده. چپتر 3 بود، چپتر 4 چپتر آی بی، چپتر 3 رو که بچه‌ها ما انجام دادیم، چپتر 4 بله چپتر 4 هم بچه‌ها میتونید انجام بدید، باز شده و در آخر میتونید 3 تا ماسکرانو و 500,000 تا کوین بگیرید و اگه انجام بدید کامل بچه‌ها شما میتونید کوین که علاوه بر این کوین بگیرید یه سری جمام داره بسته از بازیاش میدید که حالا ما گرفتیم 1000 تا جم این بازی داره، 1000 تا جم اینجا داره، 1000 تا هم اینجا داره، در مجموع 4000 تا جم داره این قسمت بکام آی وی که حتما انجام بدید. تو قسمت کالکشن هم که این قسمت وقتی تکمیل میشه که ما کل نایتمورا رو انجام بدیم که حالا ما بقیه‌اشو همه رو گرفتیم، اینم گرفتیم پریمیوم و حتی این بکام اولی رو هم گرفتیم، همه جوادش گرفتیم، فقط همین مونده که اونم با انجام دادن تمام نایتمورا رو انجام بدیم توی قسمت بکام تکمیل میشه. خب آقا دیگه چیز دیگه ای نمیمونه اینجا بهتون توضیح بدم، بریم سراغ اگه گفتید بله همون قسمتی که همه منتظرشید و در آخر میایم سراغ استور بازی و پک اوپنینگ 101 تا 107 3000 تاییمون که بازیکنای دوم هم اضافه شدن. بریم ببینیم که علاوه بر بازیکنای هفته اول آیکون و دوم چی بهمون میده. اوکی بنا بر خدا آقا بریم ببینیم چی به انگلیس سی ام آیکون پشمام دیوید بکام 106 وارد تیم شد دیوید بکام. مرسی از هفته اول بهمون کارت داد، مرسی به این پک 3000 تایی آقا خرزوقم کرد، مرسی تیم آف دی یر. 2 میلیارد و 140 ارزش این بازیکنه، 2 میلیارد و 140 ارزش این بازیکنه، مرسیه آقا. ما از پک 3000 تایی و 2000 تایی تا حالا خوب زدیم و بریم یه 2000 تایی هم بزنیم، 2500 تایی معذرت میخوام، یه 2500 تایی بزنیم. چقدر خوب بود این دیوید بکامه. خب ای بابا هفته دوم اضافه نشده به 2500، اشکال نداره اضافه میزنیم حالا ما پکو. چقدر خوب بود 3000 تاییه، چقدر خوب بود. تو رو واکاوت نبود اصلا، کلا از دو ساری رو بهمون داد، خیلی خوب بود 3000 تاییه بچه. چسبید یه دونه دیگه 2500 تایی هم میزنم به عشق خودت. حالا نمیخوایم جماره زیاد هدر بدیم چون پکای 3000 تایی خیلی بهتره بچه. 2500 تایی رو باید تعداد بالاتر بزنیم که حالا ما نمیزنیم اینجا، یه دونه تکی دیگه میزنیم. خب واکاوت بچه آرژانتین میبینم CAM میدونم کیه، آقای دیبالا. دهن منو یعنی آقای دیبالا و پدری سرویس کردن توی این گیم، ولی چقدر خوب بود دیوید بکام آقا. ویدیو گذاشتنش توی ترکیب حتما میذارم،
خیلی خفن بود. همین 3 تا پک به نظرم اصلا آقای دیوید بکام جمع کرد. آقای دیوید بکام جمع کرد. بریم پیکم بزنیم. بریم توی قسمت دیلی پیکس. چقدر خوب بود. بریم توی فری پیکس. خیلی وقت اینجا اصلا نگرفتیم رد پکت بچه‌ها. نه قسمت 200 جم نه فری. مرسی رد پکت رو گرفتیم تو قسمت فری. تو اولین ویدیو هم که گذاشته بودم بچه‌ها رد پکت رو فری گرفتیم. بریم ببینیم چی بهمون میده. امیدوارم که کارت خوبی بده خدا وکیلی. بزنیم ببینیم چی میده. ای بابا باید بریم چیزش کنیم. دریافتش کنیم. کالکتو بزنیم. بریم اینجا دریافت. اوکی بیا رد پکت رو بهمون بده. دوباره بریم توی اکسترا تایم. دیلی پکس. اوکی بریم 6 روزم بچه وقت داره بازم تا اکسپایر بشه این رایت پکتمون. زایرندی 2000 تا جم میده. اون 3000 تا هم دوباره میاریم یه 3000 تایی پک میزنیم که آقای دیوید بهمون داد بچه‌ها تو 3000 تایی. خب آقا به نظر من دیگه 200 جم اونا رو هم نمیزنم. این 2000 تا جم هم میگیریم. خیلی چسبید بچه‌ها. خیلی چسبید آقا. دمتون گرم که تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگه خوشتون اومد از این ویدیو و از این پک اوپنینگ خیلی خفن حتما لایک بذار، کامنت برام بذار، سابسکرایب چنلمونم فراموش نشه. تا ویدیوهای بعدی شما رفیقامونو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.